سلام علیکم عزیزین، سلامت و خانه بسر باشید. یک کار است در این دنیا یک انسان میکند 24 ساعت در یک هفته و یک سال 12 ساعت در یک چی بگیم شبانه روز با 24 ساعت چی میشد که در یک هفته و یک سال اینچنین یعنی که 2 سال، بعضی ها یک سال، بعضی ها 2 سال به سوم، به چی میگم، به معاش و به استاژ و به یگان چی میگم مینداری. هیچ کس از اون مینداری نمیکند. میدونی این نفر کی است؟ مادر 9 ماه حامله‌داریش با یک سالی که بعضی یک سال شیر میتین یا که نیم سال سر گهواره میخیزن، بعضی 2 سال میتین. من دخترچم 2 نیم سال شیر بکندگیم میتین. همین قدر یک سال، یک نیم سال، 2 سال، نیم سال به یگان کس به اونها مینداری نمیکند. میگه که یک شب رنجی مادر کشی برای جوانش تمام برکشیدن هست. برای همین ما نباید که چی کنیم، نادیده گیریم، نباید که نااحترامی کنیم، باید که میاداری کنیم. مادر میگه جنت در زیر قدم مادران است، باید که میاداری کنیم. من باش من قصه کردم که مادرم رو چگونه معامله میکردیم، نگاه میکردیم. به مادرم گفتم که مادر جان، یک شب رنجی که مادر کشید برای جوانش نتوان کشید، ما باید که شما را همچون گهواره که چشم نگاه کنیم. مادرم بودایی باید میاداری کنیم. برادرای ما مادرم چقدر کارو کردگیان، 8 بار فکر شدگیان برادرم، تحفه ها کردگیان، سنت‌های فرستادگیان مادری مرا. من هم همچنین کردگیم. میگه ببین با الحمدلله که به حساب کردگیم بچونه چرا الحمدلله. برای این کاری هست که به سوم هیچ که با او معاش نمیدهد. هست استاژ کاری داده نمیشد برای این. یکی دنی روسیه استاژ کاری میتین برای کودک تول کردگی میتین. و اول در یک کودک 3 سال بود، 3 سال بود برای کودک نگاه کردنی مادر تول کردگی دکرتش. باز 1 نیم سال کردگیان در روسیه هست میتین. دیگه دولت ها یکیم نمیدونم در اروپا باید باشه، لیکن در کشورهای مسلمانی متاسفانه نیست. در کشورهای مسلمانی نمیتین، نه برای کودک بانیش نه برای چیزش. نه روسیه، در کشورهای اروپا میتین. مثل پس خوبی میتین کودک در مثل چیده. بعد برای چیزش اول در وقتی SSR و بعد SSR هم بود 3 ساله همون چیز نگاه کودک دکرتش در استاژ مادر الهه کرده میشد. مثل اگر 4 کودک تولد میکرد 12 سالی کاری حسابیده میشد. 3 کودک تولد میکرد 9 سالی کاری حسابیده میشد. بله، لازم همینه 1 نیم سال کردگیان در یک کودک 1 نیم سال در روسیه 1 نیم سال. 2 کودک تولد کنه 3 سال چی میشه استاژ کاری حسابیده میشه. خب ببینید چقدر قدردانی کرده میشه. لیکن در کشورهای اسلامی خیلی نیسته، در کشورهای مسلمان این کردگی. بله، برای به قدر مادر رسید. مادر حتی پیش پیغمبر مثلا یک انسان میبید که میگه که کی رو میگه احترام کنه، میگه مادرت رو. کی رو میگه مادرت رو، و میگه پس از مادر کی رو، با مادرت رو، بعد میگه پدرت رو. 3 مراتب مادر میگه پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله. نگاه کن به قدرش رس. سپس میگه پدرت رو. برای اینکه مادر 9 ماه در بطن کودک میگیره میگردونه. 9 ماه این هم شب زنده داری است. با اونو به دنیا میآورد. یک میگن وزینی که مادر با مرگ و حیات مبارزه میبره در وقتی کودک رو به دنیا آوردن. یا که زنده میمونن یا که از دنیا میره. بعضی مادر هست که سری فرزند میرون. پس از این با 1 سال یا که 1 نیم سال 2 سال یا که مثل من 2 نیم سال یا که میمکاند شیر کودک رو شب زنده داری میکند. فقط این مادراتون رسید. خب مادراتون رو همچون گهواره که چشم نگاه دارید. نکردید پس پشیمان میشید. میگه خود کرده دوانید خوب، ولی پشیمانی میشه. پشیمانی سود ندارد. خب میدارم.